تا چند روز آینده برمیگرده. بعد داداش من اگرم برنگرده من در اینستاگرام هیچ پیجی نخواهم زد، چون اگه یه پیج دیگه هم بزنم دوباره همین داستان میشه. یوتیوب هم داداش من حقیقت روزی یه دونه دو روز الان که میگی 2-3 روز اصلا ویدیو هم نذاشتم. 2 روز ویدیو میذارم، یه روز نمیذارم. داداش یوتیوب اولا که سخته و دروغ چرا به شما بگم داداش، من خودم هنوز یوتیوب رو بلد نیستم. حالا فکر کن مثلا یارو که چه میدونم تو بازار آهن داره کار میکنه، یوتیوب کسی نمیاد که. فهمیده چوری شد؟ پس فکر نکنید که آیسان بس الان داره میره دیگه رفت دیگه یوتیوب. نه 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 نه، من همینجا هستم. یوتیوب روزی یه دونه ویدیو میذارم، روزی یه دونه، نه چی هفته 2-3 تا. آقا خار مادر یوتیوب رو گاییدم، گاییدم خار زن یوتیوب رو گاییدم، ولش کن. کیر به کس زن یوتیوب بیاد آقا، ول کن خار کس رو بابا. هیچ کیر خر شد. آقا این دوستانی که ترک کردیم با من حواستون باشه. این خونه من آقا میخوایم الان دوربین بگیرم بچرخم تو خونه. توهم نزنین یه موقع این که کسخل خودش رفته داره میکشن یعنی آجی بغل من اصلا هیچ. یعنی ببین زندگی من نگاه بکنین هنوز همون شکلیه. نگاه کن این یخچال ماست همون جوری که هست، غذا تخم مرغ و آره هیچ بسا هیچ چیزی عوض نشده، همه چیز سر جاشه. ببینید این فندک هم که مال شم به اینجا رو این ندیده بودیم. قدیم که بنکشی داشتیم بساط اینجا بود دیگه. اینجا ترتمیزه، هیچ خبری نیست. هوای مهالود کسوشر بارش میکنه. این چه هوا کیری می گرفته باشه. آره تنها خلاف سنگین من اینه که بچه رو پرورشگاه آوردم اینجا داره با صندلی بازی میکنه میچرخه. تنها خلاف من حاجی این بود. آره داداش من شما رو قلبا دوست دارم. دوباره عرض میکنم داداش در کنار مردم ما گنده شد، یعنی اسم ما یه ذره چیز شد، ما همونجا هستیم. آره داداش. بعد آقا یارو برگشت گفت که شاید آیسان داداش رفته اونور کاسبی بکنه. داداش $1000 الان میدونم الان سریع چرتکه میزنید ایران $1000 50 میلیون. نه نه نه، من اگه بخوام یه ویدیو بذارم الان تو یوتیوب 2 ساعت وقت خودم بگیرم برای $1000 $2000 برم همین آفیس خودم بشینم همون پول در میارم، دفتر خودم بشینم. من اگه گفتم یه پولی هم در بیاد این تخم مرغ من نمیدونم چجوری کسکش پوست کندیم گردی یک دونه درست کنده نشد. گذاشتم آب سرد بود خواهد گسته یک دونه در تمام گوشش در اومد. آره دادا اونجا من یه روزی کاسبی یه چیزی بشه حالا اینا رو ولش کن. کسموس خبری از اونور یا نه کسموس میزنیم حاجی گرفتار. حاجی دیگه جلوی چش من چند نفر آدم هست 25,000 نفر اونجا یه نفر اینجا. آقا این دوست ما رفت، این دوست ما با 30-40 هزار تا فالوور اومد با 160-170 تا رفت. یارو میگفت که این دخترایی که الان اینستاگرام دوست دارن دیگه خب هیچی دیگه داداش. اگر 30 تا دختر ایرانی پشت این در جمع بشن 30 تا به عنوان خواهر میتونن با من بیان تو پارک قدم بزنن، ولی اگر من اون خانوم من 10 ساله میشناسمش، وگرنه حاجی من یک سر سوزن خارکسته بازی در وجود من نیست. اون زده که بیا لایجان کون کجاست من مرز بازرگان بیام مرز و خارکسته موشک میبندن لایجان. آقا همینی میخواستم به شما بگم دیگه. میخواستم این اصلا پوسته نمیشه پوستش گوشه بگیری از اول که نمیاد که یه گوشه رو بگیری دیگه. خواهی آقای من میگه یه گوشه این دو خمار رو بگی که بشه آقا بفهمید این گوشه بیا
این یه گوشه چی شد؟ از حرکت اول خیلی مهمه. اگه اون اولی که میکنی درست بکنی. آقا این پیج من یه کاری بکنید زودتر برگرده. من اصلا همونجوری که شما اعصاب بعضی ها میدونید که شبا استوری آیسی رو میذاشین میخوابیدین دیگه، من خودم با استوری خودم میخوابیدم. بعد الان نمیتونم الکی استوری بگیرم بذارم آقا چرت و پرت، که نیست جای نیست بذارم که. ولی دیگه روزی 3-4 تا رو با گوشی حاجی میذارم که تا مال خودم برگرده. آقا در هر صورت که به موبایل آپتین دایرکت میدین، به آرش میدین، به سانی میدین و اینا، توی قلب من هستیم داداش، در کنار هم هستیم. ما قلبی با هم رفیق شدیم داداش، ما قلبی با هم رفیق شدیم. ما با خالکسته بازی با هم رفیق نشدیم که باید بشکم سیکتیر بشه. آره یه چیزم یادتون باشه، من اگه داداش دنبال کس بازی بودم با شما حال نمی کردم، با پیجی که هر روز استوری ویوش 3 میلیون بود، 3 میلیون 2.5 تا 3 میلیون بستگی داشت که چقدر صحبت میکردم. 2.5 میلیون که داداش اصلا مثل حبه کس بود، اینجوری میتونستی بخوری. آره ولی دوباره عرض میکنم آقایون، مطلب آخر من میگه گر نگهدار من آن است که من میدانم برادر شیشه رو در بغل سنگ نگه میدارم. ببین خدا چقدر خفن بود که ما 200,000 تا شدیم، نیومد پیج ما سیکتیر بشه که من اصلا پیش خودم بگم آقا پس این که هیچ وقت اونقدر نمیشه که. قشنگ رفت اونجایی که باید میرفت، بعد این اتفاق افتاد. الان هم اگر میخوام برگردم به عشق شما میخوام برگردم، وگرنه دوباره عرض بکنم آقایون، من عاشق بچه معروف بودم از بچگی که به این آرزوم رسیدم در سن 35 سالگی. نمیخوام داداش جلوی خارجی ها معروف بشم، من میخوام جلوی ایرانی ها معروف بشم، چون صحبت من، زبان من بچه ها فارسی هستش. در هر صورت که آقا کیر همتون رو بخورم، خواهر دستتون رو ببوسم. همین روزای روز صبح بیدار میشیم میبینی آیسی بلند شد عکس ترازو وزن گذاشت دیگه. همین دیگه آقا، تو قلب من این آی لاو یو، مواظب خودتون باشین، انرژی خوب بفرستین. کمتر از یه هفته دیگه در خدمت شما. حالا هر کاری بخوام بکنیم، هر جا بریم به شما خبر میدم. جیگرتو برم آقا، تو قلب منین. دمتون گرم. آی لاو یو. یک دونه پوست نشد حاجی سفر خلصه ای حاجی. آقا این ما حاجی با شما صحبت میکنم. صبح دعوتون بخیر. صبح چی ایران شب بابا. شب دعوتون بخیر. من باید صبح خودم شروع کنم. منو نگاه نکن، 27,000 نفر آدم هر دوتاتون توی یه زاویه اینا. آقا باز من همه خداحافظی کردید. خدا چی اومدید؟ حاجی نرسید تو فرودگاه اینجوری کرد گفت خارکس یه پیج درست کن. گفت آقا اصلا دیگه لذت ندارین اینستاگرام هم. برای چی؟ میگه حاجی 24 ساعت انگار ما شدیم منشی بلد رفت. آقا آی لاو یو، نوکرتم تو قلب مایی، مخلصم. پیجو دیدم دیگه نه؟